بسم الله الرحمن الرحیم. یا مانع، به نام آفریننده بی خطا. الف لام میم. بنده خدا، فصل دوم، قسمت دهم، فشار دنیا. البته از اینترنت هم غافل نشدم، با اینکه چند وقتی بود که تعطیلش کرده بودم، ولی راهی برای جمع‌آوری سریع اطلاعات بود. البته خطرات زیادی داشت که جلوتر بهش میپردازم. بعد از جلسه اول شیمی درمانی و اون شب و اون اتفاقات، برای خودم کاملا معلوم شده بود که بیماری توی بدنم نیست و نیازی هم دیگر به جلسه بعدی درمان نیست. ولی برای خانواده‌ام تأثیرات اون تجربه هر روز کمرنگ و کمرنگ تر می شد و انگار تمام دنیا داشت روی شونه هایم فشار می آورد و با تمام توان تلقین می کرد داری اشتباه می کنی، حالا یه چیزی دیدی، اون طوریا هم نبوده. پیش خودم گفتم من که خودم دیدم و توی قلبم حک شده، نه فراموش کردنیه، نه پاک شدنی و نه انکار شدنی. پیش خودم فکر کردم وقتی من بنده وضعیتم اینجوریه که دارن به شک میندازنم، وای به حال بقیه. خلاصه هرچی به دکتر و مادر و پدرم گفتم عکس بندازیم، دیدم داره اوضاع بدتر میشه و به انگ دیوونگی خوردن دارم نزدیک و نزدیکتر میشم. آخه علم ثابت نکرده و هر چیزی رو علم ثابت نکرده باشه درست نیست و عقل علم رو قبول داره. و تازه اون جایی که در حال تزریق جلسه دوم بودم فهمیدم عقل رو باید دور بزنم و این مساوی بود با اعلان جنگ به دنیا. تازه فهمیدم لیسانس کامپیوترم رو برای چی گرفتم و گرفته بودم. توی سرچ کردن یه استعداد خاصی داشتم و عصر اینترنت شروع شد. دیگه سر کار نمی رفتم. البته بدنم بعد از تزریق مواد شیمی درمانی نای انجام دادن کار خاصی رو هم نداشت. حتی خیلی کم میتونستم به صفحه موبایل و تلویزیون نگاه کنم، برای اینکه چشمام به سرعت پر از خون میشد. میدونستم باید معلوماتم رو زیاد کنم و اینطوری نبود که حالا که اون همه اتفاق ماورای طبیعی افتاد به یک آن همه چی به حالت درست و کامل در اومده باشه. اون اتفاق فقط مثل دریچه‌ای از نور بود که توی تاریکی درونم باز شده بود و من بنده جسمی داشتم که بی تربیت بار اومده بود. هرچه خواسته بود خورده بود، هر کاری خواسته بود انجام داده بود و طعم گناه و خطا و اشتباه زیر زبونش بود. از طرف دیگه روحی و جانی که زیاد بهش پرداخته نشده بود، قرآنی که تفکر کافی نشده بود و نمازی که مدام نبود، ذکر گفتنم هم اینقدر کم بود که بهتره دربارش صحبت نکنم و روزه هم که برای سالها پیش بود.